今天我想问妈妈一些敏感的问题，想你们了解一下伊朗妈妈对孩子的教育还有婚姻有什么看法。مامان سلام. سلام. حالا اگه یه روزی پسر داشتی بعد پسرت میخواست ازدواج کنه براش خونه ماشین میخریدی؟ نه. بعد اگه بخوای یه داماد داشته باشی دامادت باید خونه ماشین داشته باشه؟ بله. نه اون دیگه انتخاب توه که دوست داشته باشی چه جوری زندگی کنی، دوست داشته باشی سطح زندگی. چند سالگی باید ازدواج کنی؟ دختر 27 سالگی، برای پسر 34 سالگی. فاطمه میخواد ازدواج کنه. ازدواج کنه بعد چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ یعنی درآمدش خوب باشه. درآمدش باشه، قدش بلند باشه. با ادب.伊朗父母是这样的，他们都担心孩子，但是呢，反正每个家庭有自己的那个教育，自己的看法。我的家庭就是这样的，我们父母一直都在，就是说我们一直都在你们旁边，但是你们现在要自己努力。我记得我上大学的时候，我爸妈一直都支持我和雅晶，每个月给我们钱呢，还有都在，但他们一直都鼓励我们，就说你们要自己努力呀，自己发展工作，因为每个人在生活中应该找到自己的能力，应该发展自己的工作呀，自己进步。